خوب همینطور دوستان عزیز وزن 90 کیلوگرم دور اول با جداگی سفید کامرانشاه اوستوپیریون از تاجیکستان و نماینده کشور بلژیا فوبرت کارل با چون گفتیم جداگی کبود هر دو دست به گریبان شدند و اینجا حرکت های کامرانشاه را مشاهده میکنیم که از سر آستین اینجا مستحکم داشته است و کوشش میکند که برای اجرای اصول تلاش کند. خب حرکت از هر دو جانب همان سر آستین را رها نمیکند کامرانشاه. این نوبت همکنون از گریبان حریف میدارد. موقعیت را خوب اشغال کرده است. تنها انا همین گونه پرتاف باید اجرا شود. یک لحظه توجه کرد کامرانشاه برای حلوک درون پای ولی موفق نشد. این شکل گشتینگیری چون همدیگر رو داشته این طرف اون طرف حرکت کردن بدون نتیجه آگاهی هم خواهد بود. اما اینجا چون میبینیم تلاش یک نفر است. پهلوانی ما میبینیم برای اجرای اصول زیادتر حرکت کرده ایستاده است. اما از همان آغاز رقابت که یکدیگر رو داشتن تا کنون رها نکردند و اکنون بعد از گذشت دقیقه ها داور مرکز رقابت را باز داشت و هر دو به خاطر گوشی نگرفتن کم فعال بودند مجازات کرد. چون گفتیم این شکلی داشتن حرکت نکردن اجرای اصول نکردن البته برای هر دو پهلوان مشکل خواهد شد. پهلوان کشور بلژیا پهلوان 23 ساله است. نسبت به کامرانشاه اوستوپیریون خیلی تجربه کم دارد. در فصل گرند اسلم ها باری هم موفق نشده است. اما یک نشان طلای قهرمانی اروپا را دارد. معذرت دوستان عزیز جام اروپا را در سال 2022. اما کامرانشاه اوستوپیریون را میدونیم که چگونه هنر و مهارتش هم در سطح آسیا و هم در سطح جهان خیلی ارزنده است. اینجا یک حرکتی کامرانشاه اما نزدیک بود که ضد حمله قرار بگیرد. فوبرت حالت کار در زمین را قریب بود که استفاده کند ولی در حال کامرانشاه از این حالت خود را رها کرد. چون مشاهده میکنیم در آنجا رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان نورالله لایقوف و نایب رئیس فدراسیون پرویز نوریان هم نشستند و رقابت کامرانشاه اوستوپیریون را تماشا میکنند. بار دیگر دست به چنگال میزنند. همکنون کامرانشاه این نوبت از گریبان میدارد و همین گونه رویشش واقعا هم عالی بود چون از گریبان داشت الکی معلوم بود که او پرتاف میکند. برای کامرانشاه بسیار هم مهم است که در مرحله اول پیروز گردد و هرچی زودتر، چرا که درهای بعدی باز پهلوانان دیگرتر، پهلوانان پرقوت‌تر البته راه می‌یابند و رقابت دشوار می‌شود. حالت بوقی کردن را اینجا می‌خواست کامرانشاه به کار برد ولی موفق نشد. به هر حال یک وزری اینجا صاحب شد کامرانشاه و 40 ثانیه دیگر در اختیار دارند. همین 40 ثانیه را اگر به نفع خود استفاده برد کامرانشاه پس در مرحله اول غالب است و راه خود را به دور دوم میبرد. حرکت، موقعیت برای اجرای اصول، تلاش ها از هر دو جانب است.
بعد از آنی که فوبرت امتیاز از دست داد، البته تلاش میکند که امتیاز را جبران کند، ولی این حرکت کامرانشاه واقعا هم قابل تحسین بود. او میخواست خود را پرتافته بعدا حریف را پرتاف کند و اینجا کمفعالی فوبرت احساس می شود و همین طور تمام. کامرانشاه اوستوپیریان در مرحله اول نماینده کشور بلژیک را شکست داد و روی خود را به دور دوم میبرد. همین گونه دستش بالا می شود. سنگین برای پهلوان ما کامرانشاه اوستوپیریان و یکی از چهره های خیلی نمایشنای کشتین جودای گرجستان رو برو می شود. کامرانشاه اوستوپیریان لباس های سفید به بر کرده است از تاجیکستان و مرگیان اوشنگی از کشور گرجستان جداگی کبود. همکنون تلاش هر دو این پهلوان رو میبینیم که چی نتیجه میدهد. پایزنی کامرانشاه خیلی خوب بود و اینجا برتری بیشتر بر جانب نماینده کشور گرجستان است. دونمون جدولی که نشان داده شد. خب در آغاز رقابت معلوم است که کامرانشاه خیلی خود را خوب احساس میکند و تلاش هم کرده ایستاده است که اولین شده از این حریف با تجربهش، از این حریف 28 سالش امتیاز ستاند. در مورد نتایج و نشاندادهای ارزنده کامرانشاه اوستوپیریان ما میدانیم، گفتیم این حریف 28 سالش نیز در قهرمانی جهان نشانی برنجی دارد سال 2017. دو نشانی نقره و دو برنجی در مسابقات گرند اسلم دارد. در مجموع یکی از پهلوانان خیلی موفق است. خب که قرار میبرارد داور به هر دو بدون نتیجه کشمکشی کردن. به همین خاطر داور به هر دو چی داد؟ باید همین از بالا داشتن رو به حریف اجازت ندهد کامرانشاه، چرا که اگر از پس گریبان حریف بدارد اوشنگی خیلی خطر دارد برای کامرانشاه. گریبان حریف را مستحکم می‌دارد، سر آستین می‌قپد حریف. خیلی با احتیاط گوشتین میگیرند، توکل نمیکنند، در حال اجرای اصول نیست. پایزنی مرگیانی و خیلی موقعیت خوب داشت کامرانشاه، ولی پرتافت موافق نشد برایش که پرتاف کند. با این حرکتی که پایهای خود را میانی پایهای کامرانشاه گذاشت، مرگیانی همه خطرناک هم بود ولی در حال گذشت برای کامرانشاه. ثانیه‌های به شمار ماندند، اما با جز این پرتافتی سر کتف بازانو نشسته برای کامرانشاه خیلی موفق بود ولی نتوانست. 44 ثانیه تا انجام این رقابت باقی مانده است، اما اینجا کمفعالی به اوشنگی داور احساس کرد مجازات دویم رو با او داد که این البته به نفع پهلوان ما خواهد بود.
هرچی زودتر باید جداگی خود را به ترتیب درآورد. مرگیانی و رقابت را ادامه دهند. اینجا حرکت خیلی خوبی کامرانشاه، ولی قبل از این پرتافت داور رقابت رو باز داشته بود، به همین خاطر امتیاز دادن نشد به کامرانشاه. یک صدای بلند برآورد روشنگی. از پایش گمانم لد برداشت. بله، وگرنه این موقعیت برای کامرانشاه خیلی مساعد بود. خب ادامه دادن نمیتواند یا اشاره میکند که او آماده است که رقابت رو ادامه دهد. نه اینجا غالبیت به کامرانشاه استوپیریان داده شد از سبب آنه که حریف لد برداشت و کامرانشاه هم اکنون برای خود را به مرحله سیوم هموار کرد. اکنون ورزشگران دسته وزن 90 کیلو با بالای تتمه حاضر می شوند، جایی که کامرانشاه استوپیریان شانسی رسیدن به مرحله نیمانی های رقابت ها را دارد. کامرانشاه استوپیریان با جداگی سفید هست. ورزشگر 29 ساله تاجیک در برابر لاریس تاسیر ورزشگر 25 ساله فرانسه قرار می گیرد. ورزشگر فرانسه از زمره ورزشگران نوکار هست که این دومین اشتراکش در گرند اسلم هست و کامرانشاه استوپیریان باشد این هم 26مین بار میشد که در گرند اسلم اشتراک میکند. 25مین بار هست که اشتراک میکند کامرانشاه در گرند اسلم و بلندترین عنوانی که کامرانشاه در کارنامه داشت یادآور میشم که در همین گرند اسلم ابودبی سال 2021 اتفاق افتاده بود. در فینال با ورزشگری روس یکی از ورزشگران تازه کار بازنده شده بود. در سال 2021 کامرانشاه شانسی خوبی داشت. بعد از دو پیروزی مرحله مقدماتی به نیمانی های رفته بود. در نیمانی های ایرلند شرف از کرغیزستان را شکست داد، ولی در فینال در برابر منصور لارسانوف از فدراسیون روسیه بازنده شده بود. ولی با وجود آن اولین فینالی که رفته بود کامرانشاه یک افتخارات خوب به یادگار در کارنامه اش گذاشت. ببینیم در برابر این تازه‌کار فرانسوی چی کاری رو به سامان خواهد رسانید. در بخش سراپا بسیار چابک هست. کامرانشاه خود را بسیار با سرعت وانمود میکند. موقعیت دارد برای پرتاب کردن به سمت راست، ولی از تصویر که خارج شدن این تصویر بردار به آن سمت تصویر را حرکت نداد. اما دومین شیدو با دلیل از مربع قصداً فشار داده برآوردن حریف. تومای نگه و همچنین اصول های برای تسلیم کردن حریف با شیوه های دردناک. اما پای کامرانشاه برای حریف زد. این قصدا نبود، در حال اجرای یک اصول.
و اجرای اصول از سوی کامرانشاه ولی تا آخر نبود. بسیار با مورد وارد شد برای یک اصول معمول تای آتشی. مبارزه برای بخش قپیدن بسیار موافق. از مربع نباید خارج شود کامرانشاه، اما اگر بر قصد فشار آورده باشد ورزشگری فرانسه، اینجا یک شیدو به ورزشگری فرانسه داده می شود. اما اگر این بله از مربع بیرون شدن، ببینید کامرانشاه دوام میکند که قصدن او را از مربع بیرون کردند، اما این قصدن نبوده است. با خلاصه داوران و داور با کامرانشاه هم یک نصیحت کرد که نباید با داوران صحبت کرد در این رقابت و اعتراض در برابر داوران داشت. و همین ترتیب کامرانشاه استوپریون هم شانسی دریافت مدال برنجی را دارد. در 7 کیلو توجه میکنیم جایی که کامرانشاه استوپریون از سمت چپ با جودوگی سفید در برابر دیدار حمزه ورزشگر قزاقستان با جودوگی کبود رقابت میکند و این دو ورزشگر از همدیگر شناخت دارند. ورزشگران ناماشنای هستند و یادآور میشم که دیدار حمزه در رقابت های گرند اسلم توشکند در سال 2021 با اکمل مرادوف واخورده بود. یعنی شناختی از ورزشگران تاجیک دارد و قبلتر از آن در رقابت های فصل های جودوی جهان هم با ورزشگران تاجیک دست و پنجه نرم کرده است. یعنی روشنایی خوب دارم با دلیل اینکه در یک دسته وزن رقابت ها هستند از این خاطر. ولی ببینیم در برابر کامرانشاه استوپریون که مرتبه اول هست رقابت میکند کورد دویومی زرد و کامرانشاه استوپریون. و سال 2015 هم دیدار حمزه با سعید مختار رسولوف ورزشگری تاجیکستانی رقابت کرده بود که در آنجا هم برنده شد. ولی از با کامرانشاه از مشاهده هایی که برمیآید مرتبه اول است که رقابت میکند. یعنی از هم دیگر شناخته ندارند، ولی از با دلیل اینکه با هم دیگر در یک گروه هستند و رقابت های همدیگر رو پیگیری میکنند و این خاطر از همدیگر شناخته دارند. ولی ببینیم پرتاب های همان سراب های کامرانشاه که جست خوب میکند تا کجا موفقیت آمیز خواهد بود. در بخش دریافتی همان کمیکات بسیار خوب عمل میکند کامرانشاه و همچنین در کندن همان کمیکات های حریف بسیار خوب عمل میکند. یکی از ورزشگران چابک هست. ببینید همان اصول معمولی که میتوانست امتیاز در پای داشته باشد برای کامرانشاه. کمکاری حمزه دیدار هم به نوبت گرفته می شود. نتیجه کارت‌های زرد 2-1 می شود. موقعیت قپیدن سمت راستی گریبان حریف از سوی کامرانشاه با دستی چپ بسیار موفق است. اکنون با دستی راست هم بسیار چنگ محکم میزند. فقط در بخش کار با پای یا ورود برای پرتاب کردن حریف کوشش میباید و دیدار حمزه نیز ببینید. اکنون
کامرانشاه در خط حمله بود، پیوسته حمله میکرد و اینجا در مورد شیدوی سیوم احتمال داشت که داوران قضاوت میکردن، ولی کمیسیه که این را نظارت میکند دو کمیسیا و دو داور دیگر آنها نگذاشتند و شانس دادن برای که رقابت ادامه کند. یعنی اجرای اصول پیوسته میقپد. کامرانشاه موفق است در بخش قپیدن، اما ورود یا داخل شدن برای پرتاب یکم توقف به نظر میرسد. ببینید چگونه موقعیت خوب هست برای کامرانشاه. اما با دلیل سه کردی زرد کامرانشاه ادعا میکند و داوران روزی نیست و جای ولی سه کردی زرد کامرانشاه استوپیریان متاسفانه نتوانست برای رفتن به مدال برنجی شانس پیدا کند. با سه کردی زرد گذرانده شد، ولی موقعی در اینجا اشغال خواهد کرد.